شهر چی خورسند نیستی؟ یخدان رو پوشای خورسندی منم میفهمید زنه با تو یخدانی خموکی خوریلوزی یا شاوری کامل حقوقی اتفاق کسبه یخدانی پول زنه که به سوال تو میدونی که اعضای کامل حقوقی اتفاق کسبه چی معنی، چی مضمون و چی ماهیت داره؟ نه نمیدونم با من گوشت و برنج و روغن پیاز و کارتوشکا قند و مویز شیر و قیماق ماهیت دارم مادر جان میدونی اگر اعضای کامل حقوقی اتفاق کسبه باشی و رسما شغل نمایی یخدانت هیچ یا خالی نمیمونم این شما میدونی که در همه دور زمان به تقا و تقا کاری آدم پیش نمیرم میدونم نه شما میدونید که من تقا نداشتم میدونم اکنون دانستگی من صاحب داره یعنی تقا پیدا کردم اتفاق کسبه تقای من شد من برای اون از اتفاق کسبه شدم که مثل پیشتره نشوم بعض وقت ما شامرانه میدونم اکنون دانسته با شواهر تو تحت حمایت قرار میگیرد چون که تقایش همیشه با من است جیانی تقا شدم بگیره؟ مثلا که بسرا کی نمیگو من قانونی جیانی تقا شدم اگر رو ما شامرانه دیم یا من بیمار شدم حقوقهای من برای گرفتن تبابت و سقوط تایید کفالت داده می شود. برای چی؟ چون که تقا دارم. اعضای کامل حقوقی اتفاقی کسبه می گوشم. گوش کن. تو همون اعضای کامل ما رو نظم کرده برو. شلم اینه و آنها فراموش نکن. بعد زنه یا من بهترش اگر بسو همه حقوق امتیازها رو من باید کنم تو هم دیگه رفتن اعضای کامل حقوقی اتفاق کسبه می شود. من مادر جان من هم رفتن اعضای اتفاقی کسبه میشم ها گفتگی بریم تا آماده منم خمیره کنیم ای چو زنه بیستا اومد برای خمیر کنی اعضای اتفاق کسبه نشدم زب کنی کردم اکنون در یک مویده دو اعضای اتفاق کسبه سوز میگرفته باشه این از درد بخار اگر اپو خواهرانش اکهایش هم اعضای اتفاق کسبه شود چی؟ اگر خوشنامانم رئیس اتفاق کسبه شود تمام نونبندی رو هم به سری من بر میکنم